سلام، امروز جلسه 21 آموزش سطح A1 هست و این جلسه قراره که رنگ ها رو در زبان آلمانی با همدیگه یاد بگیریم. تبریک میگم بهتون که تا این جلسه پیش اومدید و این همه پیشرفت داشتید در سطح A1. اگه جلسات قبل رو تا حالا تماشا نکردید، لینک پلیلیست رو این بالا براتون قرار میدم. حتما همه جلسات رو به ترتیب ببینید و بعد بیاید سراغ این جلسه بریم که بدون اتلاف وقت رنگ ها رو با همدیگه یاد بگیریم. رنگ قرمز میشه قوت. رنگ سبز میشه گرون. رنگ سیاه میشه شوارز. رنگ سفید میشه وایس. رنگ بنفش میشه لیلا و صورتی میشه غوزا. رنگ آبی به زبان آلمانی میشه بلاو و رنگ زرد میشه گلب. نارنجی میشه اورانژ. قهوه‌ای میشه براون. فیروزه‌ای میشه تورکیز و خاکستری میشه گراو. یه بار دیگه رنگ ها رو با هم تکرار کنیم. سیاه میشه شوارز. سفید میشه وایس. نارنجی میشه اورانژ. زرد میشه گلب. قرمز میشه قوت. خاکستری میشه گراو. فیروزه‌ای میشه تورکیز. قهوه‌ای میشد براون و صورتی غوزا. بنفش هم که بود لیلا. رنگ سبز میشد گرون و رنگ آبی بلاو. حالا اگه بخوایم بگیم به عنوان مثال قرمز روشن میشه هلروت و قرمز تیره میشه دونکلروت. یا به عنوان مثال آبی روشن میشه هل بلاو. یه دونه هل اولش اضافه کردیم. و آبی تیره میشه دونکل بلاو. دونکل رو قبل از بلا اضافه میکنیم میشه آبی تیره. و رنگ های دیگر رو هم به همین صورت میتونیم بیان کنیم. این جلسه هم به پایان رسید. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. جلسه بعدی قرار اعضای خانواده رو به زبان آلمانی با هم یاد بگیریم و لینکش رو اینجا براتون میذارم.